أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل السحور و تأخیره ما لم یخش طلوع الفجر، یعنی که باب در مسئله فضیلت سحرخوری، یعنی خوراک سحر در رمضان خوردن، و تأخیره، و همچنین باب در مسئله با تأخیر انداختن سحرخوری، یعنی سحرخوری باید انسان دیرتر بخورد، یعنی که نزدیک کند به صبح نزدیک کرده خوردن. ما لم یخش طلوع الفجر، یعنی که در صورتی که ترسی طلوع صبح نباشد، یعنی که همون قدر با تأخیر با اندازیم که در صبح ندرویم، پیش از صبح بسش کنیم، چند دقیقه پیش از صبح خوردن بس کرده شود تا اینکه در صبح ندرویم. پس این باب در همین مسئله صحبت میکند. باب فضل سحور. سحور، کلمه سحور اگر سین رو دامه بتیم سحر خورک میشود، اما اگر بگویی سحور سین را فتحه بتی این همون طعامی که سحری میخوری اون طعام میشود. پس این کلمه با یک حرکت تغییر دادن معنوش تغییر میدهد. سحور بگیم طعامی که در سحر میخوری، اما سحور سحر خورک خودش همون فعلی که انجام میدی در سحر. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث رو ذکر میکند. حدیث اول این باب حدیث 1228 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تسحروا فإن فی السحور برکة، پیغمبر گفتن که سحرخوری بکنید در رمضان، پیش از صبح سحرخوری بکنید. فإن فی السحور برکتون، پس هر اون گفت در سحر خوردن برکت است که انسان صبح پیش از صبح چیزی بخورد تا اینکه نیت روزه بکند، در این خوردن انسان برکت می آید. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود یکم حدیث این باب. و درباره تسحرو، یعنی که سحر خورک بکنید، این امر علما میگن که مستحب است، یعنی که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله امر میکند یعنی که واجب نیست، یعنی که همین جا امر دلالت به واجب نمیکند در همین موضوع، فهمید؟ در همین جا امر به حتمیت نمیکند، بلکه به ندب و مستحب میکند که انسان اگر همین کار کرد سببی به دست آوردن برکت می شود. این حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 1229 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال، یعنی که از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت است که گفت تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه سحر خورک کردیم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم. با رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک جا طعام سحر خوردیم در رمضان. ثم قمنا الى صلاتی، بعد میگه ما از جایمون خستیم برای ادا کردن نماز بامداد. بعد از سحر خوری وقتی بامداد شد میگه برای نماز خستیم. قیل کم کان بینهما، گفته شد که چی قدر بود بین هر دین ها، یعنی بین تا خلاص کردن طعام و تا نماز خواندن بینشون چند قدر وقت بود؟ قال قدر 50 آیتا، گفت به اندازه 50 آیت بود. 50 آیت یعنی 10 دقیقه 12 دقیقه وقت بود تقریبا، یعنی که تا طعام خوری را خلاص کردن و نماز بامداد خواندن تا همین وقت میگه 10 یا 15 دقیقه خلاصه وقت بود، مقدار 50 آیت. این حدیث متفق علیه است، یعنی که چقدر سحر خورک را به بامداد نزدیک میکردن. این به همین دلالت میکند که در سرلوحه گفت که با تأخیری، با تأخیر انداختن سحر خورک، یعنی به صبح نزدیکش کن، در صبح نه درار، اما به صبح باید خیلی نزدیک باشه. چطوری که پیغمبر بعد سحر خورکش 10-15 دقیقه بعد نماز بامداد خوندگی است.
خب این بود حدیث 1229 کتاب ریاض الصالحین، هم حدیث متفقون علیه است. بعد از این حدیث 1230 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم مؤذنانی، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا مؤذن داشتن، دو اذانگو داشتن. یکمش بلال بود، دویمش و ابن مکتوم، عبدالله ابن مکتوم بود، دویمش ابن مکتوم بود. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو مؤذن داشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این بلالا یؤذن بلیل، گفتن که هر آینه بلال اذان میگوید پیش از طلوع کردن صبح. بلال در شب اذان میگوید که صبح دمیدگی نیست، بلال اذان میگوید پیش از صبح، بلال اذان میگوید. فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن مکتوم، پیغمبر گفت که پس بخورید و بنوشید تا اینکه اذان بگوید ابن مکتوم. عبدالله ابن مکتوم اذان که گفت بعد خلاص، یعنی که خوردن خلاص کنید، نباشه تا عبدالله ابن مکتوم گفت اذان گفتن شما سحر خوراکتون دوام بدهید. قال، اکنون راوی میگوید، این قول راوی است، میگوید که ولم یکن بینهما الا ان ینزل هذا و یرقى هذا، میگه نبود بین هر دی اینها، بین اذان بلال و اذان عبدالله بن مکتوم، الا ان ینزل هذا، مگر اینکه گفت پایان میشود این، یعنی بلال گفت اذان میگوید میفروید، و یرقى هذا، و بالا میشود این، یعنی بالا میشود عبدالله ابن مکتوم. فهمو؟ این قول پیغمبر نیست، این قولی راوی است. برام خاطر این قول میگن ادراج راوی. فهمو؟ ادراج راوی یعنی روایتگر قول خودش در حدیث میدرارد. فهمو؟ قول خودش در حدیث میدرارد. شاید بعضی فکر کنن که بین اذان بلال و اذان مکتوم پیغمبر گفت که همین قدر وقت است که عبدالله بن مکتوم میفروید و این میبراید. اصلا این طور هیچ تو بگم راست نمیآید که پیغمبر بگه که بلال اذان که میگوید شما خوردن بگیرید نوشیدن بگیرید تا اذان گفتن عبدالله بن مکتوم. بلال بفراید، اذان بگوید بفراید، عبدالله بن مکتوم ببراید، در این وقت انسان آیا میتوند بخورد، آیا میتوند بنوشد؟ یعنی که یک کس میفراید یک کس میبراید، چند وقت است؟ یک دقیقه دو دقیقه وقت. بگیم وقتی نه خوردن با آرامیش است و نه نوشیدن، حتی سراسیمه انسان هم در یک دقیقه دو دقیقه خوردنش خلاص کرده نمیتواند. از این حساب علما میگن که این قول ادراج است، ادراج راوی است، اما این قول ضعیف است، همینجاش قبول نمیکنیم. فهمو؟ ولم یکن بینهما الا ان ینزل هذا و یرقى هذا، همین قول ضعیف است. بلکه اون پیشینش که ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن مکتوم، اینجاش صحیح است، این قول پیغمبر است، صحیح است و این حدیث متفق علیه است و روایت بخاری و مسلم است. فهمو؟ همین قول دقت بدین که ولم یکن بینهما الا ان ینزل هذا و یرقى هذا، این ضعیف است. بعضی علما میگن میخواهن این را تصحیح کنن، یعنی که اشکال نشد. بعد میگه که بلال اذان میگفت و بعد اذان بعد در بالای منبر میشیشت و جای اذانگویا کش در میشیشت و ذکراش میکرد و استغفار میکرد و دعا میکرد و بعد میفرماد، بعد عبدالله بن مکتوم میبرامد. فهمو؟ بعضی این طور میگوید تو اینکه قولا بگن ضعیف نبرارن، اما این قول اکثر علما میگن که ضعیف است، همینجاش ضعیف است. فهمو؟ خب این حدیث متفق علیه. این بود حدیث 1230 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1231 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است که نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلت السحری. پیغمبر گفتن که فصل یعنی که فرق و جدا کننده بین روزه ما و روزه اهل کتاب خوردن سحر است. فهمو؟ سحر خوراک این فرق بین روزه مسلمان ها و روزه اهل ایمان و روزه
اهل کتاب می باشد. فهمون؟ یعنی چه؟ یعنی سحر خرک باید به نزدیک کرده شود به صبح. چرا باید مخالفت کنیم؟ یهود و نصرانی رو، کافر کتاب مخالفت کنیم. روزه اونها سحر خرکشون کی است؟ نصف شب است. فهمون؟ اونها سحر خرکشون در نصف شب میکنن، بعد از اون روزه میگیرند. اما مسلمان ها نه، مخالفت یهود و اهل کتاب میکنند و این را به صبح نزدیک میکنند. به صبح نزدیک کرده بعد سحر خورک میکنند و بعد از اون روزه را نیت میکنند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود باب فضل سحر خوری و به تأخیر انداختن سحر خورک. با همین این باب به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب فضل تعجیل الفطر و ما یفطر علیه و ما یقوله بعد افطاره. یعنی چی؟ یعنی باب در مسئله فضیلت تعجیل الفطر، یعنی زود افطار کردن. همین آفتاب غروب کرد افطار کن. ببین سحر با صبح نزدیک میاریم، افطار آفتاب که غروب کرد چیکار میکنیم؟ افطار میکنیم. وقتی آفتاب غروب میکند وقتی افطار است. و ما یفطر علیه، و همچنین این فصل درباره و ما یفطر علیه یعنی بهترین چیزهای برای روزه کشایی چی است؟ یعنی آنچه که افطار کرده میشد بابای، یعنی روزمون رو با چی بکشاییم؟ با چی روزه را کشودن خوب است و افضل است. و ما یقوله بعد افطاره، و چی میگوید بعد افطار کردنش؟ یعنی که چی دعا را بکنیم در وقت افطار، بعد از افطار چی دعا را ما انجام بدیم. پس این فصل، این باب در این مسئله ها صحبت میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث ها روایت میکند. پس اولین حدیث این باب حدیث 1232 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله میگه عن سهل بن سعد رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یعنی که از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. یعنی همیشه مردم مقصد از مردم مسلمان ها، همیشه مسلمان ها در خیر می باشند، بخیر در خیر می باشند. ما عجل الفطر، تا زمانی که زود افطار بکنن. زود افطار بکنن، افطار غروب کرد افطارشون بکنن. بعضی از که مثلا انتظار شد 10 دقیقه 15 دقیقه ولی 20 دقیقه ستاره در آسمان نبار آمده ولی کم تا تاریک تر شود، اینو همه خلاف سنت هستند. وقتی که آفتاب غروب میکند وقتی چی است؟ افطار هست، باید افطار کرده شود. این حدیث متفقون علیه است. اگر همین کارا کردی در خیر میمونی، زیرا که سنت پیغمبر است. پیغمبر گفت که لا یزال الناس بخیر، مردم همیشه در خیر است. معجل الفطر، تا زمانی که زود افطار میکنه، آفتاب غروب میکنه افطار میکنی، نه اینکه پیش از آفتاب شیشتن، بلکه نگاه میکنه آفتاب غروب میکنه بعد افطار تا انجام میدی. خب این بود حدیث 1232. بعد از این حدیث 1233 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی عطیه قال، یعنی از ابو عطیه رضی الله عنه روایت است که گفت دخلت انا و مسروق علی عایشه رضی الله عنها، میگه در آمدم من و مسروق نزد عایشه رضی الله عنها، نزد عایشه ام المؤمنین همسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه مادر مؤمنان. در آمدم فقال لها مسروق، پس میگه حضرت عایشه را مسروق گفت. مسروق میگه برای حضرت عایشه گفت که رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کلاهما لا یعلو عن الخیر، یعنی که دو مرد، دو تن از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که کلاهما، هر دی همون مردها لا یعلو عن الخیر، یعنی کوتاهی در کار خیر نمیکنن، از کار خیر در فرار نیستن، یعنی همیشه کوشش میکنن کار خیر بکنن. دو مردی، دو تن از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همین طور هستند. احدهما یعجل المغرب والافطار، اکنون میخواد سوال بکند، هم اصحاب پیغمبر همین طور بود، اما اکنون درباره دو سوال کردنی که است، یعنی فکر نکنی یتش با تقواتر یتش بی تقواتر است، یتش خیر دوستدار یتش خیر دوستدار نیست، این طور نیست. هر دوش انسان صالح هستند، هر دوش کوتاهی در کار خیر نمیکنند. اما سوال این است احدهما یعجل المغرب والافطار، یکی از اینها بر وقت یا شتاب میکنه در خواندن مغرب و افطار، یعنی که زود در افطار میکند، آفتاب غروب کرد نمازش میخواند افطارش میکند، فهمو؟ یعنی در همین کار
شتاب میکند، یعنی که بر وقتتر انجام میتید این عمل را بعد از آفتاب شیشتن. یعنی والآخر، اما گفت دویمش، یکی مردش زود افطار میکرده است و بعد آفتاب شیشتن نماز شامش میخونده. والآخر، و اما دویمش گفت یؤخر المغرب والافطار، گفت به تأخیر میاندازد هم نماز شام هم نماز افطار. گفت دیر میخوند، یعنی کم تا بعد آفتاب غروب شدن نگاه میکند، بعد دیرتر میخوند. فقالت، پس حضرت عایشه رضی الله عنها گفت اکنون دو مرد صالح را حکم کنیم که کدامشون کارشون درست است. فقالت، حضرت عایشه گفت که من یعجل المغرب والافطار، یعنی کی است که بر وقتتر نماز شامش میخواند و افطارش میکند، یعنی شتاب میکند در خواندن شام و در افطار کردنش بعد غروب آفتاب. قال عبدالله، گفت عبدالله هست. گفت عبدالله همین صفت رو دارد، یعنی ابن مسعود، یعنی مقصدش عبدالله ابن مسعود است. عبدالله ابن مسعود گفت همین طور است. فقالت، اکنون حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که هکذا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصنع، یعنی همین طور پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام میدادند. یعنی همین طور بعد غروب آفتاب شتاب کردن برای افطار کردن نماز شام خواندن، این از سنت پیغمبر است، این رفتار پیغمبر است. پس باید همین زنده کرده شود در روزداری و در روز شکایی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این بود حدیث 1233. بعد از این حدیث 1234 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله عز وجل، یعنی گفت الله عز وجل. این حدیث چی است؟ حدیث قدسی است. میگه پیغمبر میگه که الله سبحانه و تعالی گفت که احب عبادی الی اعجلهم فطرا، یعنی محبوب ترین بندگان برایم اعجلهم فطرا، یعنی شتاب کننده ترین اونها به افطار کردن است. هر کسی که روزه دار است برای افطار کردن شتاب میکند و بر وقت وقتی آفتاب غروب میکند افطارش میکند، اون محبوب ترین بندگان الله جل جلاله بوده است. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی رحمه الله روایت کرده است و گفته است که حدیثی حسن می باشد. این بود حدیث 1234 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1235 کتاب ریاض الصالحین و این حدیث 1235 ان شاء الله بعد درسی آینده میگذاریم و در همینجا درس روزمون رو به پایان میرسانیم و حدیث 1235 درس آینده ان شاء الله خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون و الله سبحانه و تعالی توفیق عمل کردن برای ما و شما نصیب بگرداند. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.